فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 21 اپریل سال 2023 خبر داد که در اول ماه مای سال جاری پرزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا جانی اینفانتینو و پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه با سفری رسمی به تاجیکستان میآیند. هدف اساسی این سفر اینفانتینو و شیخ سلمان الخلیفه اشتراک در کنگره یا انجمن هشتم اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی می باشد. این انجمن روز 2 مای سال 2023 در شهر دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد که سران سازمان های فوتبال جهانی و آسیا در جریان سفرشان همچنین با رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نموده مسئله های رشد فوتبال در کشور را بررسی می نمایند. این نخستین بازدید پرزیدنت فیفا اینفانتینو از تاجیکستان خواهد بود. جانی اینفانتینو که 23 مارس سال 1970 در جنوب شویچاریا به دنیا آمده، ریشه‌های ایتالیایی و هم شهروندی هم شویچاریا و هم ایتالیا را دارد. سال 2016 در پی یک ماجرای بزرگ کروپسیونی که باعث استعفای زپ بلاتر رهبر فیفا و ستاره مشهور فوتبال میخل پلاتینی از مقام پرزیدنت اویفا به مقام پرزیدنت فیفا رسید. شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه عضو خانواده پادشاهی بحرین بوده. 2 نوامبر سال 1965 به دنیا آمده است. او از سال 2023 پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد.